سلام بر کماهای دوست داشتن. ببین خونه منو تاریکیشو نگاه کن، تاریکیشو ببین. اینم منظره زیبا. بابا ول کن دیگه، خودمونیم، چرا سخت بگیریم؟ صدای صندلی منم خیلی بلنده. به جاش از عکسام لذت ببرید. کلی پیغام گرفتم از بچه ها که کیفیت صدای ویدیوهات خیلی اومده پایین. من فکر میکنم به خاطر گوشیم باشه، نمیدونم، قدیمی بودن گوشیم. من گوشیمو عوض کردم برای ضبط کردن، گوشی جدید نخریدم. فقط به جای اینکه از آیفون اس ای من که خیلی هم دیگه قدیمی شد و میدونید همتون، با اون میومدم ویدیوهامو ضبط میکردم. و همچنین یه آیپد خیلی خیلی قدیمی هم داشتم که با اون میومدم ادیت میکردم که همیشه پر بود، انتقال داده ها سخت بود، خلاصه کلی دنگ و فنگ و اینا داشت. کلی هم سرعتش اومده بود پایین. میدونی چه میگم؟ به خاطر همینم من حس میکنم به خاطر قدیمی شدنشونه، یعنی دلیل دیگه ای نمیتونه داشته باشه. این گوشی اصلیمه که تا خرخرم اتفاقا پر بود. من ساعتها وقت گذاشتم خالیش کردم که الان دارم با خیال راحت اینجوری باهاتون حرف میزنم، وگرنه همین الان صداش در اومده بود و پر شده بود. میدونید که وقتی دانشجویی، جدا از اینکه وقت نداری گوشیتو خالی کنی، سر هر کلاسی که میری میلیون ها عکس میگیری، میلیون ها ویدیو میگیری و همین پی دی اف درست کردن و نمیدونم ارسال کردنش به استادا و نمیدونم اینجور چیزا خودش کلی جا میگیره تو گوشید. جدا از اینکه وقت میگیره، جا میگیره. و گوشی تو چیکار میکنه؟ تبدیل به یک گوشی خیلی خسته و مریض و ضعیف میکنه. امیدوارم که الان صدام اوکی شده باشه. حالا بعد از ضبط ویدیو یه دور خودم چک میکنم ببینم که صدام چجوریه. و واقعا ببخشید که من بدون اینکه چک بکنم همینجور ویدیو رو آپلود کردم و میبینم که حتی نه تنها ویدیو آخری کیفیت صدام اینقدر بد بود، تازه بلکه ویدیوهای قبلیشم خیلیاشون این مشکل رو داشتن. و میدونم خیلی گوش خراشه گوش دادن به یه همچین صدایی. نمیدونم چیکارشون کنم، واقعا ببخشید. خب از فضای تاریک خارج بشیم. الان یهو چشاتون نگاه کن، منظره رو فقط ببین. او بیرون چقدر گرمه. اصلا داخل که بودم معلوم نبود، مشخص نبود. بذار یکم زومش رو کم کنم. راستی من میکروفونم مثلا نمیدونم کجاست. به این گوشی اصلا وصل نمیشه. الان یادم اومد. حالا یه کارش میکنم. خلاصه من برم درس بخونم. هوا هم عالیه، 20 درجه فکر کنم 21 درجه اینا باشه. و اینکه برمیگردم حالا هر وقت که خواستم استراحت کنم و گوشیم حافظش اجازه بده برمیگردم. خب کمو من الان 2 شبه که تنهام و از این 2 شبم خوب استفاده کردم. یعنی دیشب خوب استفاده کردم، امشبم انشاءالله خوب استفاده میکنم. دارم روی صدای پرنده ها رو گوش بدید، لذت ببرید. ساعت 9 شبه تقریبا و دارم روی تمرینات متافیزیکم کار میکنم، روی سلامت روانم کار میکنم که این روزا خیلی بهش احتیاج دارم، چون یکم درگیر یک موضوعی بودم که از بچگی همیشه باش درگیر بودم و بارها و بارها باعث شد که من آسیب ببینم، ضربه روحی شدید بخورم و فکر نمی کردم که با اینکه این همه سال گذشته و من به این سن رسیدم دیگه درگیر این موضوع بشم. ولی متاسفانه تا زمانی که مجبور نشی رو اون نقطه ضعفت کار بکنی، این در واقع چالش ها هی تکرار میشن تو زندگیت، هی تکرار میشن تا اینکه مجبور بشی و خسته بشی از این اخلاق گندت و روش شروع بکنی به کار کردن و تمرین کردن. البته خب من خیلی خوب داشتم پیش میرفتم و توی ایران خودمو خیلی تغییر داده بودم. مثلا دیگه اون نازنین سابق نبودم. خیلی بابت این موضوع به خودم افتخار میکنم. تا اینکه مهاجرت کردم و انگار دوباره نازنین قدیمی برگشت.
مهاجرت که کردم دوباره اون روزای وحشتناکی که من تو بچگی داشتم و به خاطر همین نقطه ضعف من بود، حالا شاید یه روز بیام راجبش صحبت کنم، الان نمیخوام، ولی انگار دوباره اون مشکلات برگشت. قشنگ انگار دوباره رفتم تو اون سن بچگی توی راهنمایی که مدرسه راهنمایی میرفتم. خیلی اوضاع بد بود. خلاص اینکه اون روزا دوباره برای من تکرار شد. میدونی دوربین اینجاست ولی من هی خودمو دارم نگاه میکنم. آره خلاصه اینکه دوباره اون روزا برای من تکرار شد. من خیلی اذیت شدم بابت این موضوع و من دوباره شروع کردم رو خودم کار کردن و میدونم که چه کاری باید انجام بدم، چه تمریناتی باید انجام بدم و انجام دادن این تمرین ها زمان میخواد، وقت میخواد، انرژی میخواد. واقعا یعنی خیلی باید حداقل باید روزی 2-3 ساعت روش وقت بذاری. خب منم که الان شرایطو ندارم ولی تمام سعی خودم رو دارم میکنم، یعنی قشنگ دارم زور میزنم در کنار درس خوندن این کار رو هم انجام بدم، چون اصلا نباید رهاش کنم. وقتی که شروع میکنی اصلا نباید رهاش کنی، چون رهاش بکنی دوباره برمیگردی به روز اول و حتی ممکنه حالت بدتر هم بشه نسبت به روز اول. بعد از اینکه مهاجرت کردم باز داشتم خوب میشدم، همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه دانشگاه قبول شدم و رفتم محیط جدید، آدمای جدید، انگار که مهاجرت دوم رو انجام دادم. و این جنگه که شروع شد دوباره من تمریناتم رو ول کردم، دوباره من رفتم تو فاز میدونی توی خوابگاه بودم، همسایه ها منو اذیت میکردن، هم اتاقیم رفته بود کشور خودش، بعد ارتباطی با هیچ کسی نداشتم، از همسرم جدا بودم، میخواستم بیام خونه میدیدم که مثلا چکیا زندگیشون عادیه، زندگی من عادی نبود. یعنی تنها افتاده بودم توی اتاق، نمیتونستم درس بخونم، امتحانای سنگینی هم داشتیم و من واقعا اون لحظه حوصله نداشتم بشینم تمرین انجام بدم یا مثلا روی خودشناسی و نمیدونم اینجور چیزا کار بکنم. اصلا حوصله هیچی رو نداشتم اصلا. دوباره تمام اون تروماها برگشت، تمام اون روزها دوباره برگشت و من اتفاقا جدیدن دوباره اون ضربه رو خوردم و خسته شدم. میدونی خسته شدم، حداقل یه موضوع جدید، میدونی دیگه اینقدر تکراری نباشه. بچه ساعت 9 نشون بدم بیرون و اصلا شبیه ساعت 9 نیست. ساعت مثلا 10 و خورده‌ای، 10 و 5 دقیقه، 10 دقیقه اینا تاریک میشه دیگه. آره دیگه خلاصه که اما من گفتم گوشیم رو عوض کردم نمیمونه. خب اگه بخوام تکیه بدم میفته. نگاه کن. هر کاری یعنی میکردم قبل از اینکه این ویدیو رو شروع کنم نمیموند گوشیم. جلل خالق الان مونده. ایول. خب خلاصه اینکه من برم اینو انجام بدم، تمومش کنم تا قبل از اینکه خوابم بگیره. گرچه همین الانم خوابم میاد ولی خب میخوام برم زودتر تمومش کنم که انشاءالله بتونم به خودم کمک کنم دوباره. و بارها افتادم و دوباره بلند شدم. همیشه تنها بودم، تنها. الان اگه ادامه بدم بغضی میشم و گریم میگیره، واسه همین میرم. فعلا تا اینجا داشته باشید ویدیو رو. آها راستی قرار بود که این ویدیو راجع به تولدم باشه ولی خب الان کار دارم، ولی توی موقعیت بهتر به اون موضوع هم میپردازیم. فعلا خدافظ. به صبح همگی به خیر. صدا رو ایگنور کنید. صدا یه چیز قشنگ میخوام نشون بدم که وقتی تو طبیعتی میبینید زیاد. ویدیو معلومه یا نه؟ آره معلومه. میبینی اینو؟ خیلی مشخص نیست. تار عنکبوت منظورمه. چجوری من اینو مشخص کنم؟ خلاصه این که بین دوتا درخت اومده یه دونه باریک اینجوری درست کرده، یه دونه هم باریک از اون ور، یه دونه تار، بعد این وسط یه دایره واسه خودش تشکیل داده. تو چه ریسکی میکنی؟ الان من اینجا رد بشم تو خراب میشه خونت. صدای پرنده ها رو فقط گوش بده. میخواستم اول اینجا بشینم ولی
راستش گرمه. امروز هوا گرمه. میخوام برم خونه خودم که خونه خودم همیشه دماش خیلی. وسیله‌امو بگیرم. این وسیله‌های منه. اینو همیشه هی میارم اینجا تو این خونه، هی میبرم تو اون خونه. اینم که رنگامه بردارم و ظرف هم حتی آبیه. ببخشید که این صدا رو باید هی بشنوید دیگه. میخواستم اینجا هم بشینم بخونم ولی اینجا هم آخه گرمه. خب پرده رو بزنیم کنار. هم منظره بیرون رو میتونی بشینی ببینی، هم این که از دمای خنک داخل خونه. تازه پنکم دارم اگه این کیس دیگه خیلی یکم زومش رو کم کنم. تازه اینجا هم میتونم بشینم ولی راستش رو بخوای این نشستن روش خیلی راحت نیست برای طولانی مدت. میدونی چرا این رو من به سختی پرش کردم از آب؟ به خاطر اینکه ظرفا کثیفه و من ظرفا رو نشستم. وای نمیدونم چرا انقدر باتون راحت شدم دارم همه اینا رو بهتون نشون میدم، ولی این زندگی عادیه. تا این صداش بلند نشده اینجا بریم. این زندگی عادی هر کسیه. البته خیلی خب خیلی دیگه تمیزن، زیادی تمیزن. من اونجوری نیستم. من یه آدم عادی و نرمالم مثل بقیه که وقتی که امتحان دارم مخصوصا خونه زندگیم اینجوری میشه. میخوام اینجا بشینم درس بخونم. البته اگه اینجا رو جمع و جور بکنم میتونم این کارو بکنم. کاش که بیرون هوا خوب بود. خیلی گرمه. فکر میکنم 30 درجه هست. تازه این صدا هم هست. ولش کن همون تو بهتره. به دور از حشرات و سر و صدا و 8 صبح. راسته اینم کادوی هم اتاقیم بود برای تولدم. میدونه که اینجور چیزا جمع میکنم. رفته توت فرنگیشو برام خریده. واقعا دستش درد نکنه. خودش کادوه. اصلا همین که بلند شد تا اینجا اومد برای من بهترین کادو بود. من اصلا انتظار کادو ازش نداشتم. کلا وجود بعضی از آدما تو زندگی خودش کادوه. یه حقیقتی رو بذار بهتون بگم. واقعا ببین بدون تعارف این نظر منه. کادویی که من بهش احتیاج دارم الان خونه است. خب اگه میتونی برام خونه بخری برو خونه بخر. من بهش خیلی احتیاج دارم و خوشحال میشم. ولی میدونم که هیچ کس توانایی انجام دادن همچین کاری رو نداره. پس کادوهای دیگه که برای هم دیگه میخریم خودم میتونم برای خودم بخرم و نیازی به کادو دادن نیست. نمیدونم شاید یکم عجیب غریب باشه حرفام، یکم با بقیه فرق داشته باشه. درسته خب همیشه کادو گرفتن یه حس خیلی قشنگی به آدم میده، ولی خب خدا وکیلی نگاه کن من هر دفعه میخوام برم برای هر کسی کادو بخرم میبینم همه چی داره. خب مثلا خونه و ماشین و اینجور چیزا رو نیاز داره که من از پسش بر نمیام برم براش بخرم، یا مثلا لپتاپی اینجور چیزا. مثلا من الان لپتاپم نیاز دارم ولی اینا چیزای ارزونی نیستن. خب و خب چرا باید این کارو بکنیم؟ بریم برای طرف چیزی رو بخریم که داره. خب مثلا لباس و اینجور چیزا. من خودم رفتم لباس خریدم و حالا اینا دارم میگم. نمیدونم به نظر من معرفت و عشق یک دوست، یک پارتنر، یک اعضای خانواده فرق نمیکنه. فک و فامیل این که ارزش قائل بشن برای خواسته های تو، برای خوشحالی تو خوشحال بشن و کلا خوبی تو رو بخوان، کنار تو باشن، همین کافیه. این خودش بهترین کادوه. حالا قرار بود که راجع به تولد بگم، اینا رو شروع کردم به گفتن. هنوز ادامه داره. با من همراه باشید. من الان میخوام درس بخونم، وقت ندارم. درسامو که خوندم حالا شاید بعد از امتحان بیام راجبش حرف بزنم. راستی خوابگاه هم که رفتم باید تحویلش بدم. یعنی دیگه هرچی وسیله هست اونجا باید جمعش کنم. به نظر میاد که خانومی که اونجا خوابگاه ما رو داره شروع کرده به اجاره دادن اتاقا به آدمای عادی مثل یک هتل. میدونی چی میگم؟ آقا بچه‌ها جیکوب داره به بیزنسش میرسه، یه سری کارا انجام میده. الان میخواد یه قطعه از این ماشین رو برداره. او تاریک اصلا معلوم نیست. بذار من فلش رو روشن کنم.
میبینی کندوی زنبور اون توه؟ نمیدونم مشخصه یا نه، کندوی زنبور این توه. اوی زنبورا هستن توش. خلاصه ما میخوایم این زنبورا رو یه جوری از شرشون خلاص شیم، کندوشون رو با بالا دادن چراغ ماشین خراب کنیم، ولی باید بعدش بلافاصله فرار کنیم. امروز از اون روزا بود که طبیعت به ما حمله کرد. توی گاراژمون هم یه دونه مار بزرگ پیدا کردیم. به کسی نگید. بزن بریم. Jak ty utíkáš? Za tebou. Dobře. Asi dolů na zahradu. Okay. To je tak nejlepší cesta. خب ماشین رو اکتیو کرد با باتریش. هی میخوام اینجا نباشم، نمیشه. آخه چی رو دارم ضبط میکنم؟ چیزی معلوم نمیشه که آخه. چی کار داره میکنه؟ حوصله‌ام سر رفت، نمیدونم چیکار کنم. من این که همیشه پاور بانک دستمه. اوه دیدید؟ امیدوارم تا خونمون نیان فقط. او فاصله زیاده تا اونجا. فکر کنم اونجا که نمیبینیشون، پشت این خونه است، دیده نمیشه، تاریک هم داره میشه هوا. میخوام یه چیز جالب بهتون نشون بدم. من الان دارم هم از این پنکه استفاده میکنم هم از این پنکه. تو دوربین معلومه پرهاش تو واقعیت معلوم نیست. یعنی 2 تا پنکه داره به من میخوره الان و همچنان دستم داره عرق میکنه. میفهمی یعنی چی؟ یعنی اینقدر که هوا گرمه، اینقدر هوا گرمه. اصلا از گرما هم در رو بستم، گفتم تاریکه که تاریکه. اینو بستم که نور چیز نیاد بخوره تو چشم. اینا رو هم البته میتونم بزنم کنار. خب کما جون، من اومدم یه سری حرفایی رو بزنم که شاید تا الان هیچ وقت تو هیچ کدوم از ویدیوهام نیومدم اینجوری حرف بزنم. شاید خیلی دیگه شخصی باشه، ولی گفتم بیام با شما شیر کنم، شاید برای شما هم جالب باشه تا هر جا که میتونم بیام در موردش صحبت کنم. من خیلی وقتا تلاش میکنم که یه سری تایم برای خودم پیدا کنم که واقعا بشینم خیلی جدی به خودم، به زندگیم و کلا هر چیزی که مربوط به منه فکر بکنم و خب حالا اگه لازم باشه یه سری تمرین انجام بدم. حالا راجع به شخصیت منه، راجع به وضعیت مالیمه، راجع به وضعیت سلامتیمه، راجع به همه چی دیگه، همه چی. بعد الان مخصوصا بعد از امتحان خیلی میچسبه. من امروز یه امتحان غول داشتم، خیلی امتحان سختی بود و تنها امتحانیه که من نمیتونم اینو پاس کنم. یعنی من تا الان هر امتحانی دادم، مخصوصا امتحان اخیر رو همشون رو A میگرفتم، یعنی نمره خوبی میگرفتم، ولی این امتحانه شده واسه من تروما و نمیتونم از پسش بر بیام. اصلا ربطی هم به خوندن من نداره، یعنی هر چی میخونم نمرم پایین‌تر میره، یعنی به جای اینکه بالاتر بره سوادم مثلا هر دفعه که میرم امتحان میدم، دفعه بعدش که میام دوباره امتحان میدم خب خیلی بالاتر میره دیگه. متدای مختلف درس خوندن رو امتحان میکنم. خلاصه ببین توی این مدت هرچی من فکر کردم که اصلا دلیل این که من این امتحان از پسش بر نمیام چیه، یعنی من هرچی نشستم فکر کردم. حتی برای امتحان بیولوژی استادمون داشت میگفت تو یکی از دانشجوی خوب من هستی و در کل نمیخوام از خودم تعریف کنم بگن من خیلی خوبم و فلان اینا، نه قطعا تو گروه ما از من بهتر خیلی ها داریم، ولی خب بماند که خیلی هاشون با قرص و دارو و شبا رو کمتر بخوابن، درس بخونن. من حاضر نمیشم همچین کارو بکنم. من خودکشی نمیکنم واسه یه نمره. یا در کل این که حالا چه اونایی که عادی درس میخونن چه اونایی که غیر عادی درس میخونن، خیلی ها هستن از من قطعا بهترن، ولی
اینو گفتم یاد یک کامنتی افتادم که توی اینستاگرام من اومدم نوشتم و اصلا خجالت نمیکشم که اینو بگم که من 12 حالا نمیدونم دقیقا چند سال 13-14 سال کنکور دادم و به هر حال این بخش از زندگی من بوده. حالا کاری به غلط و درست بودن کار خودم ندارم، ولی این بخش از زندگی من بوده، من تجربهش کردم و اومدم اینو شیر کردم. توی زیر یه پستی بود، نمیدونم دقیقا چی بود، اومدم این کامنت رو گذاشتم و بعد از اون کامنت همه ریختن تو پیج من هی اد بکنن و یعنی من پیجم رو بستم چون باید درس بخونم دیگه، وقت محتوا سازی و اینجور چیزا هم ندارم دیگه، سعی میکنم بیشتر تو یوتیوب باشم. ولی همه ریختن تو پیج من، براشون جالب بود که مثلا یه آدم چطوری میتونه این همه سال کنکور بده. ما ایرانیا یه اخلاق خیلی بدی که داریم، سریع قضاوت میکنیم. خیلی اومدن پیج منو نگاه کردن، دیدن پرچم چک اونجاست، فکر کردن پرچم روسیه است، اومدن گفتن که شاهکار کردیم اگه با پول بابات رفتی مثلا روسیه داری پزشکی میخونی. اصلا به فرض که من الان روسیه‌ام، با پول بابام هم دارم درس میخونم، مگه همه چی به پوله؟ اصلا تو فرض کن که همین پوله رو برای تو دادن و تو میخوای بری پزشکی بخونی. از کجا میدونی که از پسش برمیای؟ از کجا میدونی؟ حالا بعضی از دانشگاه الکی پلکی هن، سریع همه رو پاس میکنن، اینا کاری ندارم که احتمالاً تهش هم خیلی معتبر نیستن و اینجوری نیست که همه جا قابل قبول باشه اون مدرکی که میگیری. ولی دانشگاهی که ما هستیم، من اینجا 6 سال به زبان چکی کنکور دادم. زبان چکی من الان به حدی رسیده که مثل زبان انگلیسیه. نمیخوام بگم که زبان چکی من عالیه، زبان انگلیسی من عالیه، نه، هر سطحی که هستن مثل همن تقریبا، خیلی فرقی نمیکنه برام. منظورم اینه که من همچنان چالش زبان دارم. این که توی کنکور تو راحت تر قبول میشه زبان انگلیسی، بله، این یه واقعیت و حقیقت داره، چون من سالهای سال زبان چکی کنکور دادم دیگه، نشد اون قسمت دوم دانشگاه چارلز رو براتون درست کنم. حالا نمیخوام الان وارد جزئیات بشم چون هنوز قصد دارم که اون ویدیو رو درست کنم، قسمت 2 شو. یه رفتار زشتی که کلا چه بین استادا و چه بین بچه ها هست اینه که خیلی دنبال این هستیم که برای اینکه مثلا درون خودمون رو باور نداریم، خودمون رو قبول نداریم، هی دنبال خراب کردن این و اونیم. که این قضیه تو دانشگاه ما هم هست، هی میان مقایسه میکنن اونایی که چکی میخونن پس دارن سختی بیشتری رو تحمل میکنن نسبت به اونایی که مثلا زبان انگلیسی میخونن، در صورتی که معمولا اونی که داره انگلیسی میخونه یه خارجیه دیگه، درسته اینترنشناله، درسته که حالا شاید کنکورش رو راحت تر قبول بشه، رقابت به اون وحشتناکی که به زبان چکی هست نیست. خب چک هم میاد شهروند خودش رو در اولویت قرار میده، یعنی اینکه اگه تو نمرت با یک آدم چکی یکی باشه، میان خب مشخصه که میرن اون شهروندشون رو انتخاب میکنن و تو ممکنه فیل بشی به خاطر این قضیه. و من اینو زیاد تجربه کردم. حالا قرار شد که راجع به جزئیاتش بیشتر توی اون پارت 2 ویدیو 4 صحبت کنم. بچه‌هایی که اینترنشنال هستن اکثرشون مهاجر هستن، اینجا با خانوادهشون زندگی نمی‌کنن، توی خوابگاه میمونن. این خودش یک چالش بسیار سخت و بزرگه. خود چکیان خب خیلی هستن خوابگاهن، ولی حداقل آخر هفته ها میرن پیش خونهشون. من که حتی تابستونم امیدی ندارم که بخوام خانواده‌مو بتونم ببینم و که به کشور خودم سفر کنم. ولی خیلی تاثیر داره. یعنی خونه مامان باباتی، بعد غذات آماده است. من وقتی که وارد دانشگاه شدم انگار دوباره مهاجرت کردم توی شهر دیگه و این خیلی برام سنگین بود، خیلی اذیت شدم و واقعا ضربه های روحی خیلی زیادی بهم وارد شد. واقعا خیلی 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 تجربه سختی بود واسم، یعنی برای من خیلی چالش بزرگی بود و افتخار میکنم که از پسش بر اومدم و بارها و بارها و بارها ضربه روحی خوردم به خاطر آدمایی که تو این دانشگاه هستن، به خاطر اتفاقاتی که برام افتاده بود و خب خیلی چیزا که حالا نمیخوام بازشون کنم الان. ولی در کل این که از همهشون گذشتم و نمیدونم که تنهایی میتونم تا آخرش رو پیش برم یا نه. ولی این که تو به زبون خودت، زبون مادریت درس نمیخونی، یک چکی به زبون مادریش داره درس میخونه پیش خانوادهشه. من نمیخوام حالا همه رو با هم جمع ببندم، ولی منطق اینجوری میگه که اونی که راحت تر قبول میشه و پول داره میده،
به این معنی نیست که کلاً زندگیش راحت تره. هر کسی تو زندگیش چالش داره، سختی داره. الان من دارم چالش خودم رو با شما به اشتراک میذارم و برام سوال بود این مدت که چرا من نمیتونم از پس یک امتحان ساده بر بیام وقتی که من این همه سال درس خوندم از بچگی و همچنان تو این سن دارم درس میخونم. چرا من نمیتونم الان این امتحان رو پاس کنم؟ هر چی فکر میکردم هیچ منطقی برام نبود. یعنی من هم خیلی زیاد درس میخونم، من دیشب فکر کنم 2 ساعت بیشتر نخوابیدم، هم متد درس خوندنم خوبه، کنم یه مدت هم مشاور تحصیلی بودم، چه حوصله‌ای داشتم، ولی کلا این شکلی بودم که به خودم ایمان کامل داشتم از نظر متافیزیکی و انرژی و اینجور چیزا. هم صدای پنکه میاد ببخشید. به خودم ایمان 100% داشتم و مطمئن بودم که پاس میشم، اصلا هیچ شکی نداشتم. و وقتی نمره‌مو دیدم اینقدر برام غیر باور بود که اصلا شوکه بودم. چند روز من فقط شوکه بودم و احساس میکنم که امروز وقتی با دوستم چت میکردم جوابش رو پیدا کردم. فهمیدم که چی شد و چرا من نمیتونم از پس این امتحان بر بیام. برام کامنت بذارید بگید که شیر کنم باهاتون یا نه، چون یکم سخت گفتنش، شخصیه، ولی من اینجا هستم که زندگیمو شیر کنم که نمیدونم شاید یه چیزی، شاید موضوعی باشه که به شما هم کمک بکنه تو زندگیتون و خوشحالم از این که اینو فهمیدم. یعنی این که من آماده دریافتم، منتظرم و میخوام نقطه ضعف‌های خودم رو پیدا کنم و روشون کار بکنم، چون هیچ کدوممون پرفکت نیستیم، قطعا هممون یه سری نقص هایی داریم و شما تو کامنت ها حدس بزنین که دلیلش چی میتونه باشه، یا اینکه اگه میخواین من تو ویدیو بعدی براتون بگم که دلیلش چی بوده. و یه سری اتفاقات دیگه افتاد که توی روابط من بود با آدما که اونم خیلی برام گنگ بود. اصلا هی از خودم میپرسیدم که چطور شد که اینطوری شد. یعنی اصلا خیلی برام عجیب و غیر عادی بود، اصلا از درک من خارج بود. حتی اون رو هم فهمیدم دلیلش رو که چرا اتفاقی افتاده و دلیلش یه جورایی این بود که انگار یونیورس میخواست از من محافظت کنه. ولی خب مثلا ظاهرا که به این قضیه نگاه میکنی دلت میشکنه، ناراحت میشی و خیلی ناخوشاینده، ولی داره از من محافظت میشه و من چقدر آدم خوشبختی هستم که این اتفاق برام افتاده که من فردا پس فردا توی یه چیز بدتری رو تجربه نکنم و خیلی خوشحالم بابت این قضیه. خواستم باهاتون شیر کنم این رو و نمیدونم که شما تا حالا این حس رو تجربه کردید که یهو از حس این که همه چی ضد منه، داره به من ظلم میشه، من هی خوبی میکنم هی بدی میبینم، یهو تبدیل بشی به حسی که من چقدر خوشبختم و چقدر همه چی خوب داره پیش میره، من چقدر قویم که هی چالش وارد زندگی میشه که من تبدیل به یک آدم بی‌نقصی بشم، چون این چالش ها انقدر به تو فشار وارد میکنه که تو مجبور میشی روی خودت فکر کنی. واسه همینه که من خیلی اصرار دارم که حتما هر شب بیام رو خودم کار کنم. چقدر تاریک شد یهو. بذار چراغ روشن کنم. یه چراغ جدید خریدیم. چقدر تغییر کرد. کاش که زودتر این کارو میکردم. ساعت چنده؟ ساعت 9 شبه. 9 شبه. بذار بهتون نشون بدم 9 شبمون چجوری. اینم 9 شب، اینم چراغ جدیدمون. راستی قرار بود که در مورد تولدم صحبت کنم. من ویدیو فیلمی ندارم که باهاتون به اشتراک بذارم. یه دونه عکس دارم که پروفایلم گذاشتم، اینجا براتون میذارم ببینید. این عکسمو خیلی دوست دارم، ولی با جیکوب و خانواده‌اش عکس نگرفتم. فقط چند تا عکس با دوستم گرفتم که اونم دوستم چون خیلی تو فضای مجازی نیست نمیتونم اونم به اشتراک بذارم. و فقط در همین حد بهتون بگم که یه روز بی‌نظیری بود، روز فوق‌العاده‌ای بود. جیکوب خیلی زحمت کشید. حالا اینکه چی کار کرد و کادو بهم چی داد اینا نمیخوام بگم. کلا روز خوبی بود دیگه. خواستم اینو بگم که واقعا در کنار عزیزانم بودم و خب یکی از سورپرایزهای قشنگی که داشتم این بود که دوستم اومد بدون اینکه به من بگه و من خیلی خوشحال شدم.
اتفاقا امروزم تولدش بود دیگه. من انقدر روزم بد بود که میخواستم براش برم کیک بخرم، دیدم که جفتمون خسته ایم، کم خوابیدیم، حوصله‌شو نداریم که جشن بگیریم دیگه. منم خوابگاهمو تحویل دادم و اومدم دیگه. ولی هنوز امتحانام تموم نشده. حالا امیدوارم با این آگاهی جدیدی که پیدا کردم اونقدر قوی باشم که بتونم با تمرین، البته این تمرینات طی سالها اوکی میشه، چون یه چیزیه که چون تروما هست، درون ما هست و باید روش کار بشه. به این راحتی نیست که الان چون من فهمیدم پس دیگه همه مشکلاتم حل بشه. نه، باید رو خودم سالهای سال کار کنم. ولی امیدوارم حداقل همینقدر که به آگاهی رسیدم و شروعش میکنم تغییراتش رو بتونم ببینم. خب بچه ها، من اینجا ولاگ رو به پایان میرسونم. امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشید. تا ولاگ بعدی، بای بای.